یکی از علتهای استقامت علما بر دین دعاهای شماست. این تاثیر دارد. بهترین قدرشناسی و بهترین شکرگزاری از دوست مسلمانت و از دوست خوبتی است که در غیابش برایش دعا بکنی. یکی از راههایی که بلاها و مصیبتها را دفع می کند دعای برادر مسلمان است که در حق برادر مسلمان خود می کند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله می فرماید، میگه مثال دوست خوب، میگه مثال دست و چشم میماند. وقتی چشم اشک میریزاند دست پاکش میکند، وقتی دست درد بگیرد چشم اشک میریزاند. پس هر انسان مسلمان باید این را کوشش بکند و توجه جدی به این موضوع بکند که در انتخاب دوست خود خیلی باید متوجه باشیم. در انتخاب دوستی که با دیگران میکنیم، تنها انتخاب دوست در اینجا نه، انتخاب دوستی که به طور مثال از جایی که ما برای فرزند خود دختر میگیریم یا دختر خود به یک کسی میدیم میره متوجه باشیم. این را سوال نکنین بلند منزل داره یا ندارد، خانه داره یا ندارد، شغلش چی هست. در این صدها حکمت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا خاطبکم من ترضون دینه و خلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الارض او فساد عریض او كما قال علیه الصلاة والسلام. کسی که خواستگاری دخترت یا خواهرت آمد که از دینش و از اخلاقش راضی بودی، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید فزوجوه، دختر تو را و خواهر تو را این دو چیز خوشبخت میکند، دین و اخلاق. خیلی بلند منزل هایی را داریم، خیلی مردم هایی داریم که بلند منزل دارن، پولدار هستن ولی بدبخت. خوشبختی انسان ها به دینش است، به اخلاقش است. هر قدر در زندگی ما دین دخیل باشد و در کل امورات زندگی ما دین باشد، به همون اندازه میزان خوشبختی ما بالاست. و به هر اندازه که در زندگی ما دین نباشد، با همون اندازه میزان بدبختی ما بالاست. چقدر فقیرایی داریم که فقیر هستند از نظر مالی، از نظر امکانات دنیوی، ولی خوشبخت هستند. چقدر مردمایی را داریم که در سطح خیلی بالای زندگی هستند، از نظر مادیات پول دارن، ثروت دارن، پست و مقام دارن، وزیر هستند ولی کلی بدبخت. الله ما را خیلی دوست دارد. قدر این دوستی الله را ما باید بدانیم. اگر قدر دوستی الله را شناختیم و این را متوجه شدیم، این را متوجه باشیم که الله سبحانه و تعالی از خطا شدن ایمان ما را محفوظ نگاه میکند، به شرطی که با رب خود مخلص باشیم.